سلام، امروز میخوایم با هم یه ترش تره گیلانی درست کنیم که سبزی شامل تره، گیشنیز، نعنا، جعفری و اسفناج هستش. البته توی شمال چوچاق هم بهش اضافه میکنن که حالا ما امروز چون در دسترسمون نبود از همین سبزی‌های دیگه استفاده میکنیم. خیلی بهتره که اسفناجش مقدارش بیشتر باشه. اگر 1 کیلو مثلا سبزی قراره ریخته بشه برای ترش تره برای 4 نفر، مقدار اسفناجش رو از بقیه سبزی‌ها بیشتر بریزید. سبزیشو خورد میکنیم، داخل قابلمه مورد نظرمون میریزیم. بعد از اینکه سبزیمون حسابی ریز خورد شد منتقلش میکنیم به داخل قابلمه. منتها بعضی از شمالی‌ها سبزیشون رو تفت میدن، ولی کن اکثر شمالی‌های اصیل میگن که تفت دادنش کار درستی نیستش. این بهتره که با آب جوش بذاریم روی گاز حسابی این بپزه. من الان برنج شسته شده داریم تو دستورش که از 2 ساعت قبل حدود 3 قاشق غذاخوری خیس خورده، اینم بهش اضافه میکنم و همراهش با مقداری آب جوش میذارم روی گاز بپزه. از اونم برنجمون رو به صورت کته پختیم میذارم روی گاز تا اونم آبش کشیده بشه. برای اینکه یه ترش تره خوشمزه داشته باشیم احتیاج داریم به سیر فراوون. حالا ما حدود 5 تا سیر رو حسابی ریز خورد میکنیم، باید توی کره تفت داده بشه. بعد تو اون قسمت ما ادویه ها رو بهش اضافه میکنیم و تخم مرغ هم بهش میزنیم که بعد اضافه کنیم به ترش ترمون. یه غذای واقعا رژیمی و سالمه که گیلانی‌ها خیلی مصرف دارن. ما برنجمون رو بعد از اینکه شستیم به صورت کته گذاشتیم پختش. حالا به صورت کته میتونید بعد از اینکه برنج رو شستید، حالا مثلا اگه 3 تا پیمونه باشه به مقدار 4 تا پیمونه آب داخلش بریزید، یا به صورت شمالی ها با یه بند انگشتی که روی برنج قرار میگیره آبش رو اندازه کنید و مقدار نمکش رو بریزید و بعد از اینکه آبش کشیده شد، حالا من به خاطر اینکه بخوام یه برنج قالبی درست کنم از این قالب میخوام استفاده کنم. یه مقدار زیرش رو روغن میریزم حسابی که زیرش روغن به صورتی که همه جاش هم اندازه روغن گرفتش. یه مقدار از این زعفرونم برای اینکه خوش رنگ تر بشه استفاده میکنم. یه چند قطره توش میریزم از این سیب زمینیامون. بعد برنجمون رو که آبش کشیده شده به صورت فشرده به این قالب اضافه میکنم. من چون میخواستم برنجم به صورت کته باشه اینجوری پختم. میتونید شما از برنج آبکش شدن استفاده کنید که خب راحت تر میتونید این کار رو انجام بدید. برنج رو فشرده میکنم داخل قالب. بعد از اینکه قالبمون به حد نصابش پر شد یه مقدار سرش رو خالی میذارم، حدود یه بند انگشت. یه کوچولو روغن میریزم، آبش هم که به مقدار اندازه خب کشیده شده، آب احتیاج نداره که بهش اضافه کنم. یه کوچولو روغن روش اضافه میکنم و درش رو میذارم و اینم میذارم برای اینکه برنجمون همزمان با ترش تره پخته بشه و ما موقع سرو بتونیم ازش استفاده کنیم. خب ترش ترمون هم در حال پختنه با برنج. باهاش کار خاصی نداریم، میذاریم حسابی اینا با هم جا بیفته. شمالی اینو تو گمش درست میکنن که خب به طب خیلی خوشمزه تر میشه. امیدوارم شما هم درست کنید و از پختش لذت ببرید. سیر رو ریختم داخل مایتابه، کره رو بهش اضافه میکنم. نمک و فلفل و زردچوبرم بهش اضافه میکنیم. با سیر مورد نظرمون که ریز خورد کردیم و کره زدیم بهش تفت میدیم که بوی ادویه هامون هم آزاد بشه. بعد منتقلش میکنیم به داخل سبزی و برنجمون که در حال پخته. آردمون رو با یه مقدار آب حل میکنیم با قاشق، حسابی میزنیمش تا از گلوله شدن جلوگیری کنه. بعد داخل ترش ترمون میریزیم. حدود نصف پیمونه آب قورم بهش اضافه میکنیم. بعد از اینکه جا افتاد و به این غلظت رسید
میذاریم یه مقدار با این آبگوره و آرد و سیر و اینا جا بیفته. بعد تخم مرغ رو میزنیم و بهش اضافه میکنیم و مجددا حدود 1 ربع زمان میدیم تا جا بیفته. تخم مرغاتون درسته باشه یا اینکه حسابی مخلوط بشه این دست خودتونه، اون سلیقه‌ایه. بعضی دوست دارن درسته آخرین مرحله وارد ترشه تره بشه، بعضی حسابی مخلوط میکنم. من بعد از اینکه یه ذره شکل گرفتش حسابی اینو مخلوط میکنم، بعد وارد قابلمه ترشه ترم میریزم. وقتی به این مرحله که اینجوری روغن افتاده و سبزیامون مشخصه که کاملا اینا جا افتادن، مرحله که بعد تخم مرغ رو اضافه کنیم. گفتم من تخم مرغ رو اینجوری هم زدم، بهش اضافه کردم، اینم خوب هم میزنیم. یه 10 دقیقه تا 1 ربع زمان میدیم تا این جا بیفته.